الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل. نعم، أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن عباس ابن العباس الإسماعيلي. يعني دویم باباش که وای العباس نامش ایدن که بدد نام کنیش ابو بکر، نامش احمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن عباس الاسماعیلی. نام چیه الاسماعیلی؟ اسماعیلی یعنی معنیش نه که اسماعیلی هم به نام شاطبی رحمه الله چی میگوید؟ الاسماعیلی نسبا لا دینا. فهمید؟ نسبا لا دینا. فهمید؟ نه اذن اسماعیلی که نسبت باباش برای که باباش نامش چیه؟ احمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل باباش همین یعنی جدش به یعنی پدر و پدرش نامش چیه؟ اسماعیل. نسبت که به داده شدگی اسماعیل به الاسماعیلی نسبا لا دینا. فهمید؟ اسماعیل با نگوید که اسماعیل از نام دین اسماعیلی ها بدید یعنی نه، اسماعیل یعنی نسبت که به باباش به یعنی برای که نام باباش که بود اسماعیل رحمه الله. نعم. و لا شک نام امام رحمه الله نام سال 277 نام سال 277 تولد میشد. نام الاسماعیل رحمه الله سال تولدش 277 همین سال یعنی نفس سال یعنی که گفتیم نام این الحافظ ابو بکر احمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن عباس اسماعیلی الجرجانی اسماعیلی فهمیدیم برای چه؟ الجرجانی یعنی چه؟ نسبه الی نام بلده، نام شهر. جرجان یکی نام از چه؟ نام شهرهای چه؟ خراسان. جرجان یعنی یاقوت هم میگوید که این شهر که جا واقع شدگی نام غربی جنوبی قزوین به یعنی بحر قزوین، بحر کاسپی ایکو ها یعنی که جاش به بحر طرفی جنوبی غربی بحر به چی گرفتار شده چی واقع شدگی جرجان. اذن جرجان یکی از شهرهای چه؟ خراسان. جرجان یکی از شهرهای چه؟ خراسان حساب میشه. یعنی ممکن بجون دوای گرگان. نعم تقریبا همینجا بیانه جرجان همینجا یعنی جنوبی غربی قزوین، بحر قزوین بیانه. نعم اذن که بدست یعنی از جرجان. و سال چنانده و تولد چی گفتیم؟ سال 277 انده. سال چنانده؟ سال 277 انده. همین سالنده کذالک تولد شدگی از غریب نام الامام عبدالله ابن عدی ابن عبدالله نام صاحب کتاب نام معروف الکامل فی الضعفاء، صاحب کامل فی الضعفاء، امام من ائمه اهل سنت بدگی از علمای جرح تعدیل یعنی الکامل فی الضعفاء. یعنی کی این کتاب نمیدوند؟ این کتاب بلکه چی شد؟ عمده تمام اهل علمی که درباره علم رجال و جرح تعدیل گپ بزدگی چاشون شد عمدهشون شد. هم به ابن عدی سال چند ابن عدی هم چه؟ جرجانی و هم 277 چه تولد شده ای. نام اینم یکی از غرایب ها یعنی هر دوش چنان سال 277 هم سالنده و همین سال 277 منده کذالک دو امام مشهور چه وفات کردگی که اینا نام ابو حاتم رازی حنظلی و نام ابو یعقوب الفسوی. فهمید؟ ابو یعقوب الفسوی صاحب المعرفت و تاریخ. هر دوش هم سال چند وفات کردگی؟ سال 277. نام سال 277. نعم. اذن نعم طبعا نعم شهر جرجان سال 277 میگوید که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از اصحابش که اینجا حتی از روایتی که وقت حمزه سحمی رحمه الله میگوید که از نام امام ابو بکر الاسماعیلی رحمه الله
میگوید که وقتی که لما نوعیتو بوفات محمد ابن ایوب الرازی فجئت فبدأت ماذا نعم ألتم على رأسي ووجهي وأشق جيوبي نعم فقلت لأهلي منعتموني عن الترحال إلى محمد بن أيوب فإنهما يعني محمد بن أيوب سال وفاتش 91 بود. یعنی چند ساله بدین آدم وینده؟ یعنی 13 ساله 12 ساله کودک بود، یعنی 13 14 ساله بود. همین انده که یکی از امام های رای، یعنی از جرجان تو رای، یعنی خیلی مسافه برید. نام رای یعنی امروزه تهران. در این جاها وقت چنده یعنی چی بدگی؟ یعنی مراکز علماهای اهل سنت و الجماعه بدگی. افسوس امروز یعنی این چیزا یعنی بعضی چیزا یعنی چی تغییر یافت یعنی. و الا این جاها یعنی اینجا مثلا این جاها مثل تهران، جرجان، نیسابور، اصفهان، ماوراءالنهر، بخارا، سمرقند، یعنی این همه علماهای اهل سنت و الجماعه، یعنی معروف که مثلا کتب سته بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، همه اینا کیا بودن؟ همشون از کجا؟ از همین شرق، از ماوراءالنهر و از چی؟ از خراسان بودن اینا. اذن نام محمد ابن ایوب وقتی که وفاتش خبر میبیاد چیکار کردن؟ میگوید اومده میگوید نام رویم به زده، سرم به خاک چاشیده، کفتام درونده. گفتم که چیکار کرده شما؟ من کرده دانا محروم شدم از محمد ایوب، محمد ابن ایوب رازی. محمد ابن ایوب، محمد ایوب حافظ نیست، محمد ایوب ابن ایوب الرازی، یعنی چند سال؟ قریب 1200 سال پیش از این وفات کرده. نام همین به چیزی یعنی کودک، این چیز طبعا کار حرام، این چیز ممکن نه کودک اگه چیزی میکنه. همین بس اون چیکار کرد؟ میگفت اهلم گرفته چیکار کردم من، یعنی آرام کننده سونه چیه همراهی تقوی من یک جا بفرستوندم. میگفت یکمین خروجش یک جا به مرو بود، نزدیک به نام نزد حسن ابن سفیان، الحسن ابن سفیان رحمه الله صاحب مسند، الحسن ابن سفیان ثقه امام. یکمین یعنی تلحالش از خونش برآمدگیش که بود، یعنی نزد حسن ابن سفیان بمیرد. نه این تقریبا یعنی حسن ابن سفیان اذن یعنی قریب سال 296 انده یکمین سفرش بود میبراید، یعنی ترحال به رحله طلب علم به نزدیک به حسن ابن سفیان رحمه الله به. و كذلك از حسن ابن سفیان این سال 303 وفات میکند، سال 303 نام 303 وفات میکند. از اینم کلانترین شیخش که بود البهلول ابن عبدالله ابن البهلول رحمه الله. نام البهلول بود رحمه الله. و بهلول این یعنی چی میشد؟ یعنی یکی از این آدم زایتر از 90 سال عمر دیدگی، معمر بدگی. هم به بهلول رحمه الله همین به چی میشد؟ یعنی بعضی اسنادهای نام این حال میگیریم که الاسماعیل رحمه الله محدث صاحبی چی دارد؟ یعنی و علیکم السلام، صاحبی چی دارد؟ گفتیم کتابی چی دارد؟ مستخرج دارد، کتاب مستخرج دارد. معنای مستخرج چی؟ معنای مستخرج هو ان یأتی المصنف الى کتاب من کتب المعروفه فيخرج احاديثه باسانید لنفسه فيلتقي في شيخ المصنف او شيخ شيخه او من هو فوقه. فهمت؟ علم معنای مستخرج. اذن ابن عدي ماذا فعل؟ الاسماعيلي رحمه الله ماذا فعل؟ اتى الى كتاب، يعني ان ياتي المصنف الى كتاب من الكتب معروفه وهو كتاب البخاري. اذن اتى كتاب البخاري فخرج احاديث البخاري باسانید لنفسه. فهمت؟ یعنی چیکار میکرد؟ کتاب صحیح بخاری به میبیاد، یعنی چیکار میکرد؟ مستخرج. معنای مستخرج ها بسیار گرفتیم که یعنی تدریب الراوین ده تقریبا ده كذلك فتح المغیث هم درباره مستخرج ها گرفتیم، مستخرج اسماعیلی گرفتیم، مستخرج برقانی های، مستخرج ابو نعیم اصفهانی های. اینا چیکار میکند؟ یعنی مستخرج میبیاد کتاب صحیح بخاری میگرفت خودش اصل کرد. سنن حدیث هایی که بخاری تخریج کرده همین حدیث های چیوای به اسناد خودش تخریج میکنه این آدم. یعنی چیوای به واسطه بخاری، یعنی بخاری چه یک جنبه میمونه خودش، یعنی که با اسناد خودش کی برافت با میخورد
شیخ بخاری یا که شیخ بخاری برفته و میخورن. تو چی فایده از این چیز؟ چی فایده؟ فایدهش بسیار مستخرجانه. یکی از فایده هاش علو الاسناد، فهمدید؟ یعنی اسناد عالی کرده تو میبیارد، فهمدید؟ و دویمش اساسی مقصد کتاب ذکر و زیاده های میبیارد، یعنی زیاده های صحیحین، بعض زیاده هایی که بخاری مسلم طبعا حدیث های بعض زیاده های تا کرده این چی میکنن مستخرج اومده تخریج میکنن، فهمدید معنای مستخرجه. هم بعد دیگه حاضر شیخش که گفتیم البهلول رحمه الله، و بهلول اذا یعنی سال 299 وفات کرده باشد، لیکن یعنی چی میشد؟ یعنی بخاری رحمه الله سال چند تولد وفات کرده؟ 56 چند دهه قریب 40 سال فرقه، 40 سال زایدتر. لیکن با وجود همین یعنی بهلول رحمه الله بخاری قریب 40 سال خورد بدنش کردی، لیکن بسیار شیخ‌های بخاری نه چی شدگی یعنی دریافتگی، یعنی چی شدگی ملاقات کردگی، مثل اسماعیل ابن ابی اویس. فهمید؟ اسماعیل ابن ابی اویس یکی از شیوخ امام البخاری رحمه الله. نام فهمید؟ هم ایدان یعنی اسماعیل رحمه الله حاضر چیکار میکند؟ یعنی حدیثه یعنی از اسماعیل با واسطه بهلول روایت میکند، فهمید؟ نه با واسطه چی میشد؟ یعنی بهلول، یعنی ایدان البهلول رحمه الله طبقه که نمیشد بخاری نمیشد. اینا همین خیلی اسنادهای چیش بود، یعنی اسنادهای عالی بود. همین به اسماعیل رحمه الله یعنی چی به همین اسناد عالی به خیلی چی اهمیت کلام، اهمیت چی بالغ یعنی صرف میکند، فهمید؟ اهمیت بسیار مثلا چی بسیار یعنی چی صرف میکند. همین خیلی طلب علم بسیار چی بده یعنی حیاتش چی صرف میکند رحمه الله. شیخوش یعنی که بدست مثل البهلول رحمه الله و الحسن ابن سفیان، نعم همینا مثلا چی شیخوی الاسماعیلی رحمه الله. و اسماعیلی رحمه الله یعنی چی گفتیم؟ یکی امام از ائمه های اهل سنت و الجماعه، امام بدنش به همین به ذهبی رحمه الله تاریخ چند سیران در ترجمه اسماعیلی ده میگوید که چی به بیان میکند؟ میگوید که الامام الحافظ الحجه المفتی المحدث شیخ الاسلام گفته واسه میکندش، یعنی حقیقتا و هو حق، یعنی چی میشد؟ یعنی اسماعیل شیخ الاسلام رحمه الله بودگی. هم به تمام اهل علم یعنی چی بسیار اهل علم تعریفش مثلا چی میبرن؟ یعنی نام اعتقاد، همین اعتقادش صحیح بودن. به همین به ابن کثیر رحمه الله میگه که صحیح الانتقاد نام کان معروفا بصحة الانتقاد و صحة الاعتقاد. فهمید؟ صحة الانتقاد معناش چیه؟ وقتی که انتقاد نقد میکرد، یعنی برای که رجال های نقد میکرد، تنقید میکرد و حدیث های نقد میکرد، یعنی ضعیف شه بیان میکرد، یعنی چی بود؟ قوی بود این چیز با. و کذالک چی با؟ اعتقاد به اعتقادش چی بود؟ صحیح بود. اعتقادش مبنی چی با؟ قرآن و سنت با، قول صحابه های تابعین به چی بود؟ یعنی نسبت که بود نسبت شافعی بود. و الا یعنی رحمه الله خودش یعنی چی با؟ امام مستقل، یعنی شافعی میگن. هم به شافعی ها طبقاتشون میبیارن، نه طبقات شافعی هم میبیارن، یعنی فهمید؟ شافعی میبیاره. و الا یعنی این آدم چی بده؟ یعنی خودش هم به حتی وقتی که مستخرج گفتیم که وقتی که مستخرج مینویسد میگن که لو نم جعلت کتابا مستقلا لنفسك، فهمید؟ گفتن که یعنی حتی میتونست که مثل بخاری مسلم برای خودش کتاب چی کند، یعنی جامع کند، لیکن راضی نشد. هم به ذهبی میگه که این یعنی منقبه فضل اسماعیل به دلالت میکرد، تواضعش به که یعنی چی بعد از بخاری یعنی دیگه چی به بخاری بالاش به قدم نمیگذاره، میدن از پای بخاری میریم فقط. بخاری به دیگه چی حاجت نه، یعنی بخاری همه چیز ما جمع کرد داد، فقط نکن چی میکنیم؟ یعنی کار بخاری دوام میدیم. اما کن یک کس بیاد و گفت که منم بخاری باید میشم گفت و چیکار کرد؟ یعنی خطا کرد. و آدم چی شد؟ یعنی خطا کرد، یعنی بخاری باید شده دیگه هیچ کس چه بخاری باید شده نمیتواند رحمه الله. نعم. و نعم برای همین یعنی این بسیار مثلا چی نعم هم به شاطبی رحمه الله اعتصاما میبیارد، میگوید که چی میکند؟ کان یبغض نعم الى الناس علم الكلام، یعنی آدمای چی از علم کلام تحذیر میکنند، از علم کلام یعنی از فلسفه،
از بدعت‌های منطق و همین چیزا تحذیر میکنند آدمای چی با فقط دعوت میکرد قرآن سنت به فقط چی به قرآن سنت به و رحمه الله یکی از چه مقرب های چه سلاطین بود یعنی آدم طبعا یعنی چی بای جرجان خراسان از زندگی کردگی و خود یعنی حیاتش بینیم از سال 277 یعنی از سال 300 نام تا سال 371 یعنی این عین چی بدگی یعنی ضربه حکم سامانیا بدگی یعنی خراسان انده یعنی چی حکم سامانیا 160 سال دوام داده یعنی خیلی یعنی ماوراء نهر خراسان مطلقا یعنی عموما خراسان یعنی این منطقه یعنی چی میشه یعنی منطقه خیلی کلام منطقه چی میشه هم به شمالان ماوراء نهر میشه یعنی جنوبش بلاد فارس میشه شرق یعنی بلادش میشه سند و هند میشه اما غرب چی میشه یعنی بحر قزوین میشه هم من چه خراسان گفتن همین منطقه میگفتگن الان اینجا یعنی سامانی ها 160 سال چه حکمرانی کردن رحمهم الله ها 160 سال یعنی چی میکنن یعنی حکمرانی میکنن یعنی تقریبا سال 226 مانده یعنی نام یعنی طبعا باباشون اصلشون سامان رحمه الله مجوسی بدگی نام سونه همین اومده نزد امیر با اومده چی اسلام قبول کرده سونه اسلام قبول میکنه سامان سونه به وقتی که فرزند تولد میشه چی بود یعنی نزد امیر نامش اسد بود اسد ابن فلان یکی از امراهای چی یکی از امراهای نام یکی از امراهای عباسی‌ها بدگی نام اسد بدگی اسد ابن فلان وقتی که سامان اسلام قبول میکنه فرزنددار میشه نام فرزندش چی میموند اسد میموند یعنی نام همین که با والی به نام همین به چی اسد میموند یعنی همین بیان این امروز مثلا این احمق و جاهل مغفل و بی علم بی سواد مثلا چی میگن استعمار عرب و عرباش کرد خیلی عرب ها استعمار کردن حالا که حاکم های ماوراء نهر خداشون اومده فرزنداشون به اختیار خداشون چی یعنی نام های عربا میموندن یعنی این چی یعنی آدم ناظر یگون مثلا یعنی 70 سال از کمونیستای یگون تاجیک یگون مسلمان بچه لنین استالین مونده یعنی ها نمیموند کشی که نمیموند یعنی هم برای که چیای دشمن یعنی هیچ کس وای دوست داشتگیش یعنی 70 سال هم مثلا زنده باد لنین زنده باد استالین گفت لیکن هم چیای دینش یعنی یک کس بچه خیلی نمون یعنی لیکن چی با اینا بچه‌هاش به نام خیلی امیر و عالم ها میموندن چی با دوست می داشتن یعنی محبتشون هم نابه بود یعنی این دلالت میکند که چی بودن یعنی به اختیار خداشون یعنی اسلام قبول کردن یعنی فهمیدید همین اندرسون اومده سامان چی وقتی که فرزنددار میشن نام بچه چی میموند اسد میموند سونه اسد یعنی چه بعد از پدرش سامان وای حاکم بود حاکم بخارای هم جا بود سونه بعد از وای سونه چه وای بچه اسد اسماعیل سونه اسماعیل اومده چه دولت ماوراء نهر چه از طرف نام عباسی ها والی ماوراء نهر حساب میشه یعنی اسماعیل یعنی چه دولت ماوراء سونه اسماعیل رفته چه خراسان هم میشه عباسی ها میتیان سامانیا به یعنی والی عباسی ها از جهت عباسی ها والی خراسان بودن عباسی ها از همین سال 226 تا سال 302 نام تا سال 386 از 226 تا سال 386 حکمشون چه دوام می‌کرد آخرین امیراشون امیر نام الامیر نام نوح ابن منصور ابن نوح ابن عبد الملك ابن انام نوح ابن منصور ابن نوح ابن ناصر ابن عبد الملك ابن احمد ابن اسماعیل ابن سامان رحمهم الله این آدم طبعا یعنی همین اسماعیل رحمه الله بسیار والی های چه سامانوی بخشن زندگی کرد یک چند چه یعنی زمان نوح پدرش منصور نام و کذالک بابایش نوح عبدالملک ناصر وقت همین ها زندگی کرد و اینها معروف بدن هم باشون والی ها هم باشون معروف بدن به چه به محبت قرآن سنت همین به زمان خاصتا همین نوح هم رحمه الله تمام ولایت شهرهای ماوراء نهر به یعنی من سمرقند بخارا هم جا به چی با امر کرد که چی رباط های اهل حدیث کشاده شود نام رباط های چی اهل حدیث کشاده شود یعنی هر مجابه چی مثل مدرسه حدیث یعنی بخاری و مسلم هم خیلی کتابای هم مجابه چی درس میدادن یعنی هم ماشون از اهل سنت یعنی معروف بود که اینا مثلا حیاتشون چی ضد بنی بویا رافضه ها ضد شیعه ها چی میبرد شیعه ها دائم چی دولت سامانیا به چی ضرر میرسوند هم خیلی غارتگری هم خیلی میکردن همین بیانه اینا مثلا چی بدن یعنی از اهل سنت مثلا چیزا بسیار دوست می داشتن بسیار خدمت کردن یعنی چی به سنت بیان عموما یعنی
سنت به قرآن یعنی ماورانه هرند چیکار کردن بسیار چی شدن یعنی خدمت کردن قرآن سنت ده. الان به یعنی اسماعیل رحمه الله چی بود یعنی یکی از مقرب ها بود نزدیک نزدیکای چی هم والی ها به امیرهای چی به بنی سامان به چی بود نزدیکترین آدم بود. همین به چی میکرد یعنی خیلی چی اعتقاد اهل سنت و الجماعه اعتقادی که قرآن سنت به مبنی همین چیزه چی نشر کردنش به چی سبب شد رحمت الله علیه. نه و اذا شیخوش که بدست یعنی شیخوش مثل البهلول و الحسن بن سفیان و كذلك شاگرداش مثل حمزه سحمی نعم حتى قيل ابن خزیمه حتی دارقطنی رحمه الله دارقطنی امام معروف مشهور بدنش من نگشته چی میکرد یعنی من میگم تمنا کرده بودم که چی وای نزد اسماعیل و رحله برام لیکن افسوس نتونستم میگم پشیمان میشد رحمه الله. یعنی این چی به دلالت میکند یعنی نام بزرگی منزلتی که امام اسماعیل رحمه الله بشه دلالت میکند. نه و اسماعیل رحمه الله نعم ابو بکر اسماعیلی چه گفتیم یکی از اهل حدیث محدث و فقیه و حافظ و صاحب چی بدست یعنی گفته ابن کثیر انده صحت الاعتقاد اعتقاد چی وای صحیح صاحب اعتقاد صحیح داشته بود و اما سال وفاتش سال 371 هجری وفات میکند یعنی ایدن چند سال عمر میبیند یعنی قریب 94 سال 94 سال میشه خیلی میشه برای چه 96 میشه 94 سال آدره 94 277 371 94 سال چه حیات میبیند رحمت الله علیه رحمه الله چه همین خیلی چی میشد یعنی ها نه میلادی کتی 97 میشد میلادی که چه کام میشد از کرده هر 30 سال به یک سال اضافه میکنه میلادینده نعم یعنی ایدن چی میشد یعنی نعم صحیح میلادی یعنی صحیح میلادی چی میشد صحیح میلادی چی میشد یعنی نعم 90 سال میلادی تو 93 هجری میشد برای که هجری یعنی هر 30 سال به چه یک سال زاید میشد. اما کتاب من